اولین بار در تاریخ فعالیت برنامه غذای سازمان ملل متحد این سازمان نمیتواند به میلیون ها نیازمند خوراک در افغانستان یاری رساند. در این کشور احتمال افزایش مرگ و میر به خصوص در میان کودکان با سبب کمبود مواد آذوقه افزایش می‌یابد. بعد سال 2021 سر قدرت برگشتن طالبان یاری‌های بین الملل خیلی کم شد و علاوه به این آفت‌های زیاد طبیعی مثل زلزله زندگی به این هم رقتبار مردم عادی را سنگین‌تر کرده است. زمستان دوره سخت است. ما امکان خریدن خوراک را نداریم. دخترم یک طفل بیگناه است. هر پولی که شوهرم به دست می آورد برای خریدن غذا صرف می شود. ما نمی توانیم خانه را گرم کنیم. اگر کسی خیر کرد آن وقت آتشدان ما روشن می شود. وگرنه نه. ما حتی یک پلیته خریدن نمی توانیم. در چنین شرایط خطر افزایش مرگ و میر کودکان محتاج غذا در موسم زمستان بیشتر می شود. به حساب‌های برنامه غذای سازمان ملل متحد در میان 17 میلیون مردم افغانستان که با گرسنگی روبرو هستند 3 میلیون نفرشان از مهاجران رانده شده از پاکستان و ایران می باشند. افزایش یکباره کمبود غذا حیات میلیون ها کودکان را در خطر می‌گذارد. ما شاهد کاهش فاجعه‌بار کمک‌ها و یاری‌های غذایی می‌شویم و بی‌نواترین افغانستانی ها نمی‌دانند این زمستان را چگونه پشت سر خواهند کرد. بازگشت مجبوری از کشورهای همسایه، خشکسالی و کاهش فاجعه‌بار کمک‌های غذایی در سراسر کشور یک بحران خراب آور گرسنگی را برای 17 میلیون اهالی به وجود آورده است. این سازمان میگوید برای یاری به مردم نه کمتر از نیم میلیارد دلار ضرور است.